اومدیم با چالش 24 ساعت توی اتاق فرار. برو بریم. خب حالا باید چیکار کنیم؟ نمیدونم. آنجا اتاق فرار رفیقم اصلا حس حال عجیبی به من میده، ولی یه مشکل خیلی عجیب و بزرگی هست. این هست. پس 1 2 3 با یه ترانزیشن خیلی قشنگ لباس اون از 1 2 استلام چطوره؟ بهم میاد. اینک تازه خریدم. اصلا خوب نیست استایلت. اینک بهم نمیاد؟ نه. آخه آقا یه داستانی هست. این که مثلا یوتیوبر اکثر میگن که یکم یه پایین‌تری شلوارم بیفته دیگه. انقدر شلوارش چیک پوشیدم واسه تو درو میفته. یکم یه بالاتر. الان کلت نمیفته. حالا یکم یه پایین‌تر. خب بی بالاتر. آقا این یوتیوبرها الان میگن که ما چالش میگیریم 24 ساعت تو مثلا جنگل تو فلان جا. خب اینا واقعا 24 ساعت نگیرن به ما توطئه بکنن و واقعا 20 دقیقه باشه کل ویدیو خامشون. آخه لاشی خب نباید بگی اسکل تو خود داری فعالیت میکنی، ولی کلا شاید راست باشه. بخوابیدش دارم دنبال این گوسفند میگردم، معلوم نیست کجاه. قبل تو تباهی معلق به فردا. دیدی پسرها مثلا 12 شب به بعد مثلا دپ میشن؟ اوه سرده. آهوی دارم خوشگله سرم کرده زدن. باشه اون وقتی خانم سنس میده. داداش تو رو خدا پیاما رو ببین یاسین. جدی 24 ساعت تو اتاق فرار باید چیکار کنیم آجی؟ 24 ساعت من داره وهم دست میده. یه سوال این کشنم شد باید چی بخوریم؟ آجی یه دونه توست خوردی دیگه، چرا اینطوری میکنی؟ ما اینجا خاویار میخوریم. سوسیس چیه؟ ما اینجا لارجیم بدشیش چیز میکنیم، چراغی اتاق دیگر خاموش میکنیم. من تو با تنهایی گوش بده. من با تنهایی تو با تنهایی که تو رو یه ترانزیشن باشیم. ها؟ جدی باشیم. یه ترانزیشن دیگه بریم. برو. سرده 1 2 اه آقا اشتباه شد. من خدمت نرفتم. آهوی دارم خوشگله فرار کرده. آهوی دارم خوشگله سرم کرده زدن دوری. مایه دودسازشون رو گرفتم. شاش شلک. آجی بله کنی نرم بگم تنهایی میخوام برم داخل این مپ. دوربین رو بگیر ورودی مهم نیست اصلا میخوایی بری هر جا مهم نیست. میتونی بری. آماده؟ همینجا منتظرم باش. من میترسم. نرو دل من فقط آجی یه ایده مادم تو زنم یادم رفته. ایده آدم بگو. رو بازی میگه بیسته. حاجی میخوام مثل این کلیسانه میشه این چیزه آشپزی میگم. شعبده باشه. این شعبده بازه هست کاری عجیب غریبی مثلا آدم نصف این داستان. خب الان من میخوام برم شعبده بازی کنم. برو شعبده بازی کن. کریسانجل مناطق محروم میخوام برم تو کمد از یه بعد دیگه در. آماده؟ نه 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 نه. شرمنده من دارم میرم. با کله میخوای بری تو یا با پا میخوای بری تو؟ خدافظ. اینقدر بزرگ نیستا. خدافظ. من یادمه اما من بزرگ نیستم. الان من میبینیم بالا؟ کله پا الان من این بالا ببین پاهامو اون پایین میبینی؟ نه 2 تا پا دارم. الان میخوام یه کار کنم 3 تا پا داشته. ایسا الان خود غیب بشم. رکم خوردی کیو مرزلی. خوشگلای بلا موها دیدی چجوری غیب شدم. رفتی مستقیم تو. من باید رو ادب تو کار کنم. اصلا من کلا خودم رو ادب خیلی حساسم. داداش خیلی احساس میشی یا
چرا خود درگیری داری آخه خوب؟ من خودم خود درگیری دارم خب الان اگه بشینم رو بخاری خب میسوزه. آقای محترم چرا من به تو میگم آقا؟ الان کس میگی فکر بهت میگم ان آقا. به این کسایی گفتیم آقا که لیاقت آقا گفتم هم نداشتن. ان آقا چیه؟ دیدی حرفی میزنن به هر کس میگی مثلا آره بیا بریم اتاق فرار، بعد برمیگرده مثل این آدمی کیرینج. ما خونمون خودش اتاق فراره، بیا بریم تو اتاق من ببینم میتونی فرار کنی یا نه. از تمام جامعه سن تو اتاق فرار داره و اتاق فرار دوستو دارم میگم. ما خونمون خودش اتاق فرار، بیا بریم تو اتاق من میتونی فرار. نه طلب دانش بازار جام من هزینه میکنم. از آمور بلند کردی داشت تو همه چیزو دیگه داری میگی یا حواست باش. باید آتیشت بزنم اینجا جواب باید آتیشت بزنم. شرمندتم. کبریت کو. نه کبریت در بیار بابا این دوری این باید مشکل داره. وای این جذاب لعنتی کیه؟ 300 تومن 100 تومن نیست. کبریت کو؟ نه میخوام به حرفای مزخرف دیگه ریاکت ندارم. اصلا به انگار حضور نداری دیگه. اصلا به گوشه های شهر یا به تو خونش میبینم هم شو همون تو کون. جالبه حرکت های دست. در روبروی دوربین ما هستی. یه چیزی بگو دوربین بشنوه. دوربین ساعت هم میخوانه بلوغ بگم ساعتت کیکه. پاسپورت پیدا کردم از کیکه. خیابون. میتونی همچین ساعتی از خیابون پیدا کنی؟ نه ولی آدم گویی میتونم پیدا کنم از خیابون. سوسماس اینو سیاسفیدش کن بره بده 66 از بوی دهنم بده از بوی دهنم بده تشخیص ماریان. چی ایده؟ به نظرت سانس بدیم 2 نفری جوابه. چرا تو اتاق فرار تخت نداریم؟ چون که صدا داده صدای تو هم تویدی تصفیه خفه شو عفه شو آجی اون یه اتاقش تخت داره. یه چیز منم خیلی خوشگل شدی. خوشگلای بلا موهات خوشگلای بلا موهات داری؟ آلی تو تخت دوست دارم. خیاله تخت تچرخ من سیجی سوار جاده ها. آجی اون پروسه که من توی طبقه بالا دیدم از همه‌اش سخت‌تره. این منظوری که اومدم بالا بیشتر خسته شدم. این سری میگیم برای نرده من فرست کلاس اگر میومدم چه نردبون نداره جدی. آجی تو رو میبینم آجی خوبم من رو سقف این خونه پا گذاشتم. واو برعکس بید آجی پشما بغلم کن بغلم کن بیا نذار اینجا بمیرم. آجی مرده ای خستم خواب دارم. آجی بیدار شو بیدار شد چون تو فیلم برداری حال نمی کنم. فکر کنم حرفم نمیاد. من میرم هر کی میشه